شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روز مرد به قطاره نشست و با دو پیرمرد واخورد که از یک ولایت به ولایت دیگر می رفتند و دو نفری که او در قطاره واخورد از همان ولایت بودند که او به آنجا می رفت. او از یکی از آنها پرسان شد که ولایت شما چه خیل است؟ مردم چگونه اند؟ در جواب گفت در ولایت شما چه حالت است؟ سوال دهنده گفت والله مردم اینجا بدند، بی ترتیبند، اما از آن شما چه؟ او در جواب گفت از آن ما نیز همین خیل، آدمان بد و بی ترتیب. پس او شخص دوم را پرسید از آن شما چه؟ او گفت از ما نیز همین خیل. از شما چه؟ پس سوال دهنده فهمید و گفت مردم ما با ترتیب و با انتظامند. پس شخص دوم گفت از ما نیز چنین است. پس او آنها را پرسید چرا شما جواب گوناگون دادید؟ آنها گفتند هر یکی ما به جهان توسط پریزم خود می‌نگریم. این پریزم در نتیجه خلاصه های شما اساس یافته است. نظر ما به دیگران از درون می‌افزاید. اگر شخص به مردم به نظر منفی نگرد، به هر جایی که او نرود، در هر جایی که قرار گیرد، او تنها و تنها جهت‌های منفی را می‌بیند. اگر شخصی که نظری مثبت داشته باشد و به مردم از نگاهی مثبت نظر کند، در هر جایی که او نباشد، تنها جهت‌های مثبت را می‌بیند. بچی من شما را دعوت می‌کنم ای برادران و خواهران من، مخصوصا در پایان این ماه مبارک، این مثبت بودن است. به مردم با نظر مثبت نگریستن، با نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم، با نظر اسلام به جهت‌های مثبت مردم نظر کنید. و اگر تو کمبودی‌های مردم را دیده ماندی، پس سر اول از کمبودی‌های خودت نظر کن پیش از آنی که به جهت‌های منفی مردم نگری. بدان ای برادر گرامی، اگر تو همیشه جهت منفی مردم را جستجو کنی، پس تو حیات بدبختانه ای را به سر خواهی برد. از کارفرمای خود، زن و فرزند، از همسایه‌ها و خویش و اقربا ناراضی خواهی شد. اما اگر تو خصلت‌های خوبی مردم را نظر کنی، بگذار که آنها در برابر این کمبودی‌های داشته باشند، ولی تو نظر کن به خصلت خوبی آنها، تو با نرمی به آنها نزدیک شوی، چنانه که این را پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند. ایشان گفتند یا الله اسلام را عزت ده به واسطه یکی از این دو عمر. پیامبر جهت‌های مثبت عمرو ابن هشام و عمر ابن خطاب را نظر کردند. ایشان جهت‌های منفی آنها را نظر نکردند و از آنها دوری نجستند، برعکس به خصلت‌های خوبی آنها نظر کردند و به آنها نزدیک شدند. بیشتر از این ایشان در حق آنها دعا کردند. از الله طلب آن را دارم که ما را از جمله کسانی گرداند که عمل می‌کنند بر آن چیزی که می‌شنوند و رمضان ما را با بهترین طرز انجام دهد و از ما بپذیرد و زمانی که او ما را می‌میراند بگذار در راه رضایی خودش بمیراند. و سلام و رحمت الله بر پیامبرمان.